سلام عزیزای دلم، سلام به روی ماهتون. امیدوارم یه عالمه خوب باشید. خب همونطور که میدونید من عمل بایپس معده انجام دادم و امروز دقیقاً 3 هفته از روز عملم گذشته و من قرار شد که هر مرحله‌ای رو که رد میکنم یه ویدیو براتون بگیرم که تجربه هامو در اختیارتون بذارم و اگه کسی استفاده خواست بکنه، به درد کسی خورد، با کمال میل بتونه استفاده کنه. به خاطر اینکه من خودم خیلی هم قبل از عمل هم بعد از عمل روزای اول توی یوتیوب توی اینستا خیلی گشتم دنبال این که اطلاعات کاملی بتونم به دست بیارم که چی باید بخورم، چی کار باید بکنم. یه ذره سخت بود پیدا کردن مطالب. البته بودن پیجای خیلی خوبی که دوستای عزیز لطف کرده بودن و تجربیاتشون رو در اختیار گذاشته بودن و گفتم حالا شاید تجربه های منم به درد کسی بخوره. خلاصه که امروز دقیقاً 3مین هفته عمل منه، یعنی من فازه دورم پشت سر گذاشتم. الان بهتون آوردم کامل لیستی رو که یعنی کامل که تا به امروز لیستی رو که بیمارستان بهمون گفته تا امروزش رو با هم مرور کنیم و دوباره 2 هفته دیگه که فازه بعد تموم میشه دوباره براتون ویدیو بگیرم. پس بریم. در اصل عملی که من کردم از بین این 4 تا عمل این هست که به اسم اینجا به اسم ایپسیلون روکس ماگن بایپس میشناسنش، یعنی ماگن بایپس مدل ایگرگ میگن بهش. فکر میکنم همون بایپس کلاسیک توی ایران باشه. یعنی من روند عمل رو که دیدم به نظرم همون اون بود. ببخشید من مجبورم پایین رو نگاه کنم به خاطر اینکه ببینم چیزی رو فراموش نکنم که بهتون بگم که هدف این عمل محدود کردن مقدار غذا بود برای یعنی مقدار غذایی که دریافت میکنیم بود. دومین هدفش این بودش که روی سیستم گوارش تاثیر بذاره که مانع جذب مواد غیر ضروری و یا حتی ضروری بدن میشه، اما قند و چربی و اینا رو جذب نمیکنه. و مرحله سومم این که بدن کالری کمی دریافت بکنه. این اهدافش بود که دیگه توصیه هایم که آهان این پایین کرده این که با اولین عکس العمل معدتون بعد از غذا خوردن، با اولین واکنشی که معدتون انجام میده سریع دست از غذا خوردن باید بکشید. هر لقمه رو خیلی زیاد باید بجوییم و 30 ثانیه تا لقمه بعدی باید فاصله بذاریم. بعد مقدار غذا بشقابمون رو کوچیک‌تر کنیم، یعنی دیگه توی کاسه های کوچیک، پیاله های کوچیک و بشقاب های کوچیک پیش دستی غذا برای خودمون سرو کنیم و هر وعده غذاییمون که داریم میخوریم حدوداً 30 دقیقه زمان ببره، یعنی کمتر از 30 دقیقه طول نکشه، به خاطر اینکه باید کامل تمرکزمون روی غذا خوردن باشه. و توصیه خیلی زیادی که داشتش اون خانم دکتر میگفت که با موبایل و صحبت کردن با دوستا و فامیلا و تلویزیون و اینا غذا سعی کنید نخورید. کامل حواستون توی اون نیم ساعت به خودتون و غذا خوردنتون باشه. بعد جدول بعدی مربوط به نوشیدنی هاست که توی این 2 هفته اول کلاً فقط باید آب و بعضی دمنوش ها رو خورد که این دمنوشای که توش بریای مختلف هست، دمنوش توت فرنگی، دمنوش هیمبر، دمنوش شادتوت و اینا، و چای مشکی یا سعی کنید که نخورید، اما اگه کسی عادت داره و دلش میخواد بسیار 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 کم رنگ و شیرین نشده باشه. از کافه نوشیدن تا جایی که میشه خودداری کنید، صرف نظر کنید و
آره بهترین حالتش آبه و اگر واسهتون خیلی سخت بود میتونید طعم دهنده های مخصوص اضافه کنید. یه سری شربت های بدون شکر هستن یا طعم دهنده های طبیعی مثل آب دتوکس که با سبزیجات و میوه های مختلف، البته میوه هایی که اجازه داره، میتونید درست کنید. مرحله مهم این بخش از، نمیدونم اینجا مشخص میشه یا نه، اگر نه میتونم براتون بذارم. این صفحه هست که اینجور گفته که این عمل کلاً 4 تا بخش داره، یعنی 4 تا مرحله بعد از عمل داره. مرحله اول که هفته اول بعد از عمله، یعنی اینجا نوشته 2 تا 4 روز بعد از عمل، ولی من پیش خودم 1 هفته در نظر گرفتمش که مرحله مایعات هست. و توی هفته اول که با هم دیگه توی ولاگ قبلی، توی ویدیوی قبلی براتون گذاشتم که تقریبا چیزایی که خوردم چیز خاصی هم نبود. آب مرغ، آب گوشت، آب کمپوت بدون شکر، کمپوت انواع میوه ها بدون شکر بجز آناناس و اینا، و تقریبا همینا بود که میشد خورد. یا شیر دوغ رقیق شده، آب میوه های مجاز رقیق شده، اینجور چیزا بود. حالا مرحله دوم و سوم که این 2 هفته پشت سر من که گذشت، من رسیدم به مرحله پوره، یعنی غذاهای پوره شده، یا اینجا نوشته غذاهای خیلی نرم پخته شده برای 2 هفته بعدی، یعنی هفته 2 و هفته 3 که توی این هفته، یعنی تقریبا میشه از همون روزی که از بیمارستان اومدم خونه، توی این هفته حتما باید پروتئین رو شروع بکنی. شروع میکردم به خوردن و پروتئین مقدارش برای من، برای وزن و قد و شرایط من به هم گفتن 70 گرمه که 40 گرمش رو باید از طریق مواد غذایی جبران کنم، 30 گرمش هم از پودر پروتئین یا محصولات پروتئینی آماده که تو بازار هستن، که راستش من اصلا با اون محصولات نتونستم ارتباط برقرار کنم. هر نوعش رو امتحان کردم، برام خیلی طعم قوی و خیلی طعم خیلی بد بود. اصلا نمیدونم، زبونم رو گس میکرد، یه حس خیلی بدی برام داشت، انگار یه لایه یه چیزی میشست رو زبونم، اصلا دوست نداشتم. ولی پودر پروتئین خنثی بدون بو بدون طعم که گرفتم، سعید که هفته اول یه دونه از داروخانه برام گرفت که چیز کردم، امتحانش کردم، و بعد از اون هم چیزی که بیمارستان به معرفی کرده بود رو سفارش دادم. سفارشم رسید، دیدم که واقعا خیلی فرق داره، میتونم اونو حداقل بخورم و امتحان کنم تا یواش یواش 1-2 ماه از عملم بگذره، بتونم به این پودرای پروتئین و یا چیزایی که تو بازار هست یواش یواش خودم عادت بدم با طعم‌های مختلفش، ببینم کدوم میتونم امتحان کنم. اگر نه دوباره همین نوترالا رو، همین اینایی که هیچ مزه و بو خاصی ندارن رو برمی‌دارم. و اینکه تو این 2 هفته‌ای که گذشت من باید بین 5 تا 6 وعده غذا می‌خوردم در طول روز، که این غذا حالا حتما هم نباید غذای پختنی گرم و اینا می بود، میتونست سموتی‌های مختلف باشه، میتونست شیرموز باشه، فیرینی باشه، میتونست یا حتی همون غذاهای پختنی در حد سوپ و اینا. من سعی میکردم پورش کنم، ولی گاهی اوقات که تیکه های کوچیکم توش میموند اوکی بود، فقط سعی میکردم خوب بجوام که معدم بهشون عادت کنه و بعد قورت میدادم. چیزی که اینجا نوشته این غذاهای غذاهای آماده بچه ها مثل این هیپ و اینا شرکت های مختلف دارن که من اونم اصلا برام خوشمزه نبود و نتونستم بخورم. و چیزی که مهم بود این بود که غذایی رو که میخورید بتونید با پشت چنگال لهش کنید، یعنی در این حد اگه پخته باشه اوکی بود، میتونستی بخوری، فقط کامل باید میجویدیم و میل میکردیم. این که میگم میکردیم به خاطر اینکه شاید بچه‌ای که قدیمی تر هستن بدونن یا بچه‌ای که از اینستا اومدن بدونن، من با دوست صمیمی الهام عزیزم با هم عمل کردیم و تقریبا هم 1 هفته که تو بیمارستان با هم بودیم،
یک هفته هم تو خونه پیش هم دیگه بودیم و غذاهامون با هم بود. دیگه از هفته دومم ولی هی از هم سراغ میگیریم که چی خوردی، چی نخوردی، کدوم غذا رو خوردی برات سنگین بود، کدوم غذا رو خوردی چجوری بود و این. یه نکته‌ای که الان جاشو باید بهتون بگم اینه که من رفتم سوپرمارکت یه مقدار خرید کردم برای اینکه موقع‌هایی که غذا حالا درست نکردم یا مامان تفلک خیلی زحمت میکشه، هم برای من هم برای بچه‌ها و سعید جداگونه غذا میفرسته. اگه خودش اینجا باشه که درست میکنه، ما اونجا باشیم که یک سره فقط به فکر اینه که ما چی بخوریم، مقوی باشه، چی باشه. ولی یه وقتایی هست بالاخره اون تفلک هم خودش کار داره، یا من اصلا خودم میگم دیگه مثلا به کارت برس، به زندگیت برس، به برنامه‌هات برس. خودم رفتم چند تا از سوپرمارکت سوپ‌های آماده خریدم و گفتم اینا باشه واسه وقتایی که غذا ندارم سریع اینا 10 دقیقه حاضر میشه. تنها تجربه بدی که توی این 3 هفته اخیر داشتم، حالا هفته اولش که غذا نخوردم مایات بود، هفته دوم و سوم همه چیز خوردم، بعضی موقع معدم درد میکرد واقعا، بعضی موقع اذیت میشدم یا راه میرفتم یا دراز میکشیدم تا اوکی بشه. اما بدترین اتفاقی که میتونم بگم برام افتاد این بود که بدترین تجربه‌ای که داشتم این بود که من یه شب بیرون بودم، یه روز اومدم خونه، سعید و بچه‌ها غذاشون رو خوردن، برای خودم یکی از اون سوپ‌های آماده رو درست کردم. سوپ آماده‌ام سوپ کرم مارچوبه بود، شپارگر کرم سوپه اون بود. درست کردم برای خودم و تازه گذاشتم از اون تایمی که روش نوشته بود بیشتر پخت، که گفتم اگر که حالا مواد چیزی داره توی این پخت بالاخره یه سری اگه آردی چیزی داره که شاید نیم پز باشه من کامل بپزم که خیلی سنگین نباشه برام. بیشتر از تایمش پختم، یک مقدار آبشو بیشتر از چیزی که گفته بود کردم که گفتم هم رقیق تر باشه سریع از معده خارج بشه. و نمیدونم چی بود چرا، ولی به محض اینکه غذا رو خوردم 5 دقیقه 10 دقیقه بعدش سرگیجه، حالت تهوع خیلی زیاد، تپش قلب خیلی زیاد، یعنی اصلا نمیتونم بهتون بگم که در چه حدی بود این تپش قلب. شروع کردم لرزیدن، عرق سرد، عرق گرم، همه همزمان با هم و واقعا حالمو بد کرد. نمیدونم هنوزم که هنوز نمیدونم دلیلش واقعا این سوپ بود یا اینکه خستگی روزم بود یا نمیدونم چی بود واقعا، اما هرچی که بود واقعا حالمو بد کرد. خیلی 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 ترسیدم، یعنی یک ساعتی زمان برد تا حالم سر جاش بیاد. تو این یک ساعت 2 بار بچه‌هام بیدار بودن، نمیخواستم به بچه‌ها استرس بدم، نمیخواستم به ماما اینا زنگ بزنم که اونا هم اذیت شن بیان اینجا نگران شن. فقط هی سعید میگفت خوبی، میگفتم آره تو فقط بچه‌ها رو سرگرم کن نفهمن حال من بد شده، من فقط دراز بکشم. رفتم تو اتاق دراز کشیدم اما حالم بد، عرق سرد و گرم همزمان با هم، تپش قلب، یعنی اصلا از روی لباس این قفسه سینه من قشنگ تکون میخورد، مشخص بود. خیلی سخت بود، خیلی بد بود. تو این 1 ساعت 2 بار اومدم سعید رو صدا کنم که زنگ بزنیم اورژانس یا برسونه منو ببره بیمارستان، ولی گفتم باز به خاطر اینکه بچه‌ها نترسن، چون به هر حال من بیمارستان بودم خیلی نگران شدن و اینا. خلاصه که کنترل کردم، تحمل کردم. بعد از 1 ساعت آروم 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 رفته خیلی بهتر شد. هی فکر میکردم که باید برم دستشویی، میرفتم ولی آرومم نمیکرد و اینا. یواش یواش بهتر شد و آروم آروم احساس کردم بدنم داره گرمتر میشه، دستام دیگه نمیلرزه، ضربان قلبم اومد پایین. بعد اومدیم سعید نشست این برگر رو کامل خوند و به این نکتهش برخوردیم که از دامپینگ من یه سری چیزا خونده بودم و اطلاعات داشتم، ولی چیزایی که من شنیده بودم و خونده بودم این بود که غذای قندی زیاد یا حالا خوراکی‌های شیرین زیاد، غذای چرب وقتی زیاد باشه، غذا رو وقتی خیلی سریع و تند بخوری یا وقتی خوب نجویده قورت بدی ممکنه که این مشکل برات پیش بیاد. و اینکه این مشکلم چیز خاصی نیست ولی خیلی اذیت کننده است. اینکه میگم چیز خاصی نیست چون ممکنه دچار افت قند بشی، همه اینا هست، بهتره که دراز بکشی تا این مرحلهش رد بشه.
اما مسئله که هست اینه که خیلی وحشتناک بود و خیلی ترسناک بود و من فکر می‌کردم اینو. بعد من هی فکر می‌کردم، میگفتم من نه تون غذا می‌خوردم، نه چیز شیرین خوردم، نه چیز چرب خوردم، هیچی نخوردم، پس این دامپینگ نیست. تا اینکه این برگر رو خوندیم دیدیم که نه، جزء یکی از نکته‌هاش هم اینه که غذاهایی که آرد زیادی توشون دارن، یعنی تشکیل شده از آرد زیادی هستن، هم اوایل عمل میتونه براتون این مشکل رو ایجاد کنه. بعد که فهمیدیم بله توی این کرم سوپه آرد به نسبت زیادی داره که این بخواد غلیظ کنه، وگرنه در اصل 10 دقیقه روی گاز پختن چی میتونه یه سوپ رو اینقدر غلیظ و کرمی کنه. فهمیدیم که بله به خاطر این آرد بوده، یعنی احتمال دادیم که به خاطر این آرد داخل اون بوده. ولی خدا رو شکر از فرداش خوب بود، اوکی بود. منم بیشتر دقت کردم که به جز اون چیزایی که میدونستم غذای با آرد زیادم نخورم و دیگه خدا رو شکر مشکل برام پیش نیامد. حالا چیزی که دیگه در مورد این 2 هفته باید بگم، حالا این مابین عکس غذاها رو گذاشتم و دیدید که چجوریه، چیا خوردم و غذاهایی که درسته ازشون عکس انداختم به خاطر اینکه متوجه بشید که چیا توش داشته. اینجوری عکس انداختم ولی بعدش با پشت چنگال همه رو له کردم و خوردم و تمام تلاشم رو کردم که به این لیست عمل کنم یه جورایی. بعد چیز گذاشته بود برامون برای همین فاز 2 که من الان پشت سر گذاشتم، به همون یه چند تا نمونه صبحونه اونها رو شام و میان وعده داده بود که چیزای بدی نبود، میشد از داخلش چیزایی رو حالا با تغییر دادن درست کرد و استفاده کرد و خورد. بعد صفحه بعدش هم یه جدولی بود که مثلا مشکلایی که پیش میاد دلیلش چیا میتونه باشه، حالا مشکل حالت تهوع، بالا آوردن، دلپیچه، بیرون روی گرفتن یا حتی یبوست یا رفلاکس معده و یا اینکه اشتها رو کامل از دست دادن. دلیلاش چیا میتونه باشه که همش اینجا نوشته شده که هر مشکلی که داشته باشم میتونم بهش رجوع کنم و دلیلش رو پیدا کنم. و بله این همون چیزی که گفتم، سندروم دامپینگ، که من فکر میکنم اون شب دچارش شده بودم که از علائمش هم هست حالت تهوع و بالا آوردن، بیرون روی، تپش قلب زیاد، دلپیچه، عرق سرد و عرق گرم که سریع اتفاق میفته و احساس ضعف و بیحالی. اینو یادم رفت بگم، به شدت احساس ضعف و بیحالی داشتم. یعنی یه جوری که من تو اتاق بودم، سعید با بچه‌ها پایین بودن داشتن فیلم نگاه میکردن، فقط به بچه‌ها داشت چیز میکرد که متوجه نشن. 2 بار اومدم تلفن رو بردارم به سعید زنگ بزنم بگم سعید زنگ بزن اورژانس، من دیگه واقعا نمیتونم. تلفن تو دستم سنگینی میکرد، اصلا توانایی که تلفن رو بلند کنم. البته خوبم شد که اینجوری بود چون الکی دوباره پای اورژانسم باز میشد و بچه‌ها کلی میترسیدن اینا، چون بعد 1 ساعت آروم شد. الان دیگه شناختمش، میدونم که چیز خاصی نمیتونه باشه ایشالله. و دیگه همین دیگه، در حقیقت اینا هم همین اطلاعات بود. مابقی اطلاعاتش برای هفته پیش روی منه، برای 2 هفته آینده است که اونم بعد توی ولاگ 2 هفته آینده بهتون میگم. و اینجا من از فردا باید داروهای تقویتیمو شروع کنم و اینجا برای کسایی که حالا شاید اینجا زندگی میکنن یا آلمان، میدونم که این محصولات شبیه همه. این لیستو دارم، ببخشید الان میام، ببخشید پست اومد. آره بعد این لیستیه که برای من 70 گرم در روز پروتئین احتیاج دارم که 40 گرمش رو از مواد غذایی میتونم بگیرم که مثال مواد غذایی رو اینجا برام نوشته و 40 گرمش هم از مواد پروتئینی بازاری، ببخشید 30 گرمش هم از مواد پروتئینی بازاری میتونیم بگیریم که حالا شاملشون شیک های آماده پروتئینی هستند، ماست های با پروتئین بالا، پودینگ پروتئینی هستش اینجا و ریگل های پروتئینی، ویفر های پروتئینی که
انواع اقسام مختلفشون هم هستن. حالا من از فردا میخوام امتحان کنم ببینم چه جوری معدم اینا رو قبول میکنه. و همینطور پودرهای پروتئینی که دیگه همه بهتر از من میشناسن. و تموم همین بود، یعنی چیزی که توی این لیست بهمون داده بودن همین بود. هفته اولش رو کامل خوندم و رعایت کردم، هفته دوم و سومم همینطور. الان برم هفته چهارم و پنجم رو بخونم و این 2 هفته هم به امید خدا پشت سر بذاریم وارد غذای سفره میشیم و زندگیمون خیلی میتونه تو روتین تر بیفته. خیلی الان سخته بیچاره، هم مامان اذیت میشه هم سعید و بچه‌ها اذیت میشن، چون من واقعا الان خیلی توانه این که بخوام یه عالمه غذا درست کنم و اینا رو ندارم. انشالله که مامانم از دستم راحت بشه، من دیگه برسم به غذای سفره و تموم بشه. میزان وزنی که کم کردم توی این 3 هفته در جمع 8 کیلو و نیم کم کردم. میتونم بگم هفته اول و دوم خیلی زیاد و با سرعت بیشتری وزن کم کردم. هفته سوم تقریبا استوب بود، شاید بگم نیم کیلو کاهش وزن داشتم. اولش خیلی ناراحت بودم ولی بعد که یکم مطالعه کردم و تحقیق کردم دیدم میتونه طبیعی باشه و اینکه من نباید ذهنمو به خاطر این مشغول کنم که چرا کم نشده، چرا اینجوریه، یا انگیزه‌مو بخوام از دست بدم یا پشیمون بشم یا چیزی. همه اینا ممکنه طبیعی باشه و من صبر میکنم. تنها کاری هم که دستم برمیاد اینه که دیگه هر روز روی ترازو نرم. این بدتر بهم استرس میده، نگرانم میکنه و اصلا خوب نیست. حالا یه تجربه خیلی خوبی که گفتم با شما هم در اختیار بذارم، در جریان بذارم، اینه که بجز این لیوان آب یا فلاش، این ظرف آبی که بیرون با خودتون میبرید، همیشه من یه دونه ظرف کوچولو دارم برای مربا بوده. توی این الان پودر پروتئین خنثی‌مو ریختم که هیچ طعمی نداره. به اندازه این الان 2 تا اسکوپ پودره، 2 تا پیمونه پودره. هر وعده که بخوام بخورم بیرون اگر باشم توی ماستی چیزی بخوام بریزم نصفش رو میریزم و استفاده میکنم. یه چیز خیلی خوبی که همراه هم بوده، خریدم خیلی وقت پیش، استفادهش نکردم، هی داشتم فکر می‌کردم بندازم دور چون نیازی بهش دیگه ندارم، بیشتر برای بچه‌ها گرفتم ولی خوب شد ننداختم دور چون الان خیلی نیازم میشه. قاشق و چنگال و چاقو پلاستیکی هستش که میتونم بذارم تو کیفم و با خودم ببرم بیرون همراه غذاهام و اینا. و همیشه از این به بعد قرار به اینه که، یعنی تصمیم به اینه که هر جا میخوایم بریم یه ظرف کوچولو دردار خالی هم همراه هم باشه، برای اینکه قطعاً من نمیتونم اگه رستورانی جایی میریم، حالا حتی همون پیش غذایی که سفارش میدم در حد سوپ باشه یا غذای حالا نرمی چیزی باشه، 100% حتی اگه پورسیون بچه هم سفارش بدم، یعنی به اندازه بچگونه، یعنی منوی بچگونه هم سفارش بدم، همشو قطعا نمیتونم بخورم، توی 2 تا 3 وعده میتونم بخورم و بقیهشو بریزم تو ظرف خودم و بیارم خونه. درسته که اونجا برام پک میکنن ولی دیگه هم دوست ندارم ظرف یه بار مصرف و اینا استفاده بشه و هم این که اونا شاید براشون خنده دار بیاد که یه کوچولو غذا بنزین و این خانومه برای چی داره میبره. واقعا یه ظرف کوچیکم همیشه همراه میذارم و با خودم میبرم بیرون. و همچنان بدون آب و بدون خوراکی ها از خونه بیرون نرید، اینو هیچ وقت یادتون نره. و از فردا دیگه من که ویتامینام شروع میشه، ویتامینام باید همراه ببرم. یعنی یه کیف دارم که فقط مخصوص وسایلایی که بعد از عمل نیازم میشه. تقریبا برگشتم به دوران نوزادی نهال و نریمان که یه سری چیزای ثابت کیفم بود که همیشه باید توی کیفم می بود. الانم برای خودم نوزاد مامان اینا رو باید با خودم ببرم، همیشه همراه باشه. هم احساس امنیت دارم و هم اینکه حالم بد نمیشه. یه بار این اشتباهو کردم، یه چند ساعتی بدون غذا زدم بیرون، شب که برگشتم خونه واقعا حالم بد بود. تا فرداش دوباره بدن بیاد خودش رو سازگار کنه خیلی اذیت شدم. به خاطر همین
این اشتباهو دیگه نمی‌کنم. همیشه هر جا می‌خوایم بریم یه رو بی وقت میذارم، بعد برای خودم غذا آماده میکنم، یعنی غذای گرم که بر نمیدارم، در حد همین شیک و ماست و این پودر پروتئین و اینا رو آماده میکنم بر میدارم که همیشه همراه هم یه چیزی باشه. مرسی که توی این ویدیو هم همراه بودین. امیدوارم کمک کننده بوده باشه و به امید اینکه هر کی هر تصمیمی برای سلامتیش داره به هدفش برسه. مواظب خودتون خیلی باشید و دوستتون دارم. ماچ بهتون. خداحافظ.